بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و دوستان، همه چیز ما را مادیات حل نمیکنه. مشکل کشا الله هست، حاجت روا الله هست. بناهن خداوند همون بنده را خوش داره که همیشه متواضع باشه، به پیش الله دست دراز بکنه، به پیش الله دست بلند بکنه، از الله مطالبه کنه. من لم يسأل الله یغضب علیه. کسی که از الله طلب نمیکنه، از الله سوال نمیکنه، الله سر از قهر میشه. بیم امروز درس را به شما، دعای را به شما ما از حدیث رسول علیه السلام اشاره میکنم و براتون میخوانم. این دعا را ورد کنین، پروردگار شما خوش میشه. فایده دعا چیست؟ نسخه نبوی برای برآورده شدن همه مقاصد. هر مقصدی که داری این دعا را بخوان. خدای متعال به برکت این دعا و این نیایش و این دست بلند کردن ها خداوند مقاصدتان را برآورده میکنه. یک بار بخوانیدم میشه. و کدام دعاست؟ اللهم انت خلقتنی و انت تهدینی و انت تطعمنی و انت تسقینی و انت تمیتنی و انت تحیینی. این دعا را یک بار بخوانین، پروردگار مقاصدتان را برآورده میکنه. درباره فضیلتش حسن بصری رحمت الله علیه، حسن بصری رحمت الله علیه عارف بالله، مفکر در جهان اسلام و نابغه جهان اسلام چی میفرماید؟ حسن بصری میگه حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه صحابی است. حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه فرمود ای حسن بصری، من به تو یک چیز را میشنوانم، به تو میخوانم که من خودم. جندب صاحب میگه، سمره ابن جندب، ای حسن بصری، من به تو یک چیز را میشنوانم و به تو میخوانم و به سم و گوش تو میشنوانم. این تو چیز را میشنوانم که من از نبی کریم علیه السلام شنیدم، یک، از ابی بکر صدیق شنیدم، دو، از عمر فاروق رضی الله عنهما از اینا شنیدم، سه، از پیامبر السلام شنیدم همین دعا را، از ابوبکر صدیق صاحب شنیدم، از عمر فاروق رضی الله عنهم یا عنهما شنیدم که فرمودند که رسول گرامی ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنهما، رسول صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق صاحب و عمر فاروق صاحب، اینا گفتند کسی که صبح و شام این کلمات را بخواند، صبح و شام یک بار بخواند، هر کسی که صبح و شام، بعد از نماز شام مثلا، یا قبل از نماز شام یا بعد از نماز صبح، اینمی یک 5 کلمه بود، چند کلمه بود، براتون میخوانم. اینمی اگر کسی بخواند یک بار لااقل، اگر بخواند، چی گفته؟ پس هر چیزی را که از الله میخواهد ضرور برایش میدهد. یعنی هر چیزی که از الله، هر مقاصد و مرام و آرمان و هدفی که خواهان هستی، همین دعا را بخوان، پروردگار براتون ان شاء الله ادا خواهد کرد، عطا خواهد کرد. این دعا را بخوانید. و دعا را تکرار میکنم. اللهم انت خلقتنی، ای پروردگار تو مرا آفریدی، معنیش، و انت تهدینی، ای الله تو مرا راهنمایی کرده ای، و انت تطعمنی، تو مرا طعام میتی، و انت تسقینی، تو مرا آب می نوشانی، و انت تمیتنی، تو مرا می میرانی، و انت تحیینی، تو مرا زنده میکنی. پس مرگ و زندگی و خوراک و پوشاک و نوشابه و مطعومات همه برنامه پیش توست الله. امین دعا یک مرتبه شام، یک مرتبه صبح بخوانین. هر مقاصد و مرامی که دارین شرعی را پروردگار عالم برآورده میگرداند.